از آهنگایی که خودت تولید کردی و بگیم تولید کردی دیگه، خودت خالقش بودی، کدوم آهنگو خودت شخصا دوست داری اونو گوش بدی؟ من یه آهنگای آلبوم برزخ و آلبوم جهنم و همشون یه همچین حسی دارم روش، ولی خب جهنم رو خیلی دوست دارم. مثلا یا منتو رو خیلی دوست دارم، شب که میشه رو دوست دارم، دل من هوا تو گرده رو دوست دارم. پس شماره یک جهنمه، بعدش همینجوری اصلا جهنم یه کاریه که بعدها میفهمن چی شد. جهنم اصلا راجبش حرف نزن. میشه یه تیکه از جهنم بری همین الان؟ جهنم یخ زده تو دلم، بی خودی درگیر من نشو، اومدم که برم. یه جهنم ضربش رو زد به من، چیزی نمونده ازم، بذار چی که دلم میخواد بگم. جهنم میریزه تو تنم، منم بذار دست و پامو بزنم. بوی خون پیچیده تو سرم، انگار دارم از بلندی میپرم.